نیما اگه بیلبورد بزرگ داشته باشی روش چی می‌نویسی همه بخونن؟ هیچ خبری نیست. واقعا هیچ خبری نیست. هر چی میره جلو میفهمم هیچ خبری نیست. چند وقت پیش داشتم فکر می‌کردم یه غروب جمعه یا گفتم که مثلا من موهام سفید شده، 8 سال گذشته، من شهرت رو تجربه کردم، حس دوست داشته شدن رو تجربه کردم که مردم لطف داشته باشن به من، بیان سمتم، ابراز احساسات کنن، بخوام با من عکس بگیرن. همه اینا رو تو این سالا تجربه کردم. ولی خب چی میمونه؟ هیچی. یه چیزی برای من تو این سالا خیلی بولد شده، برای همین میگم هیچ خبری نیست. این که بتونم بی‌پروا مهربونی کنم، بی دلیل مهربون باشم. قدیم انتظار این برات اهمیت داره. شاید یه پرانتزم باید باز بشه، پایین هیچ خبری نیست که مهربون باشه. همین فقط میمونه.